این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای هراسونی که قرص دروغ درمانی انداخته بالا و برای خلاصی از مهلکه بدبختیاش هی روزه جهاد تبیین میخونه. خب حالا چیکار کنیم در مقابل این حرکت دشمن؟ جهاد تبیین، همینی که شما هم در بیاناتتون در این 2 روز مکرر گفتید، بنده هم قبلا چند بار تا حالا تکرار کردم و بحث جهاد تبیین رو. اینجا همون جاییه که میگن طرف از سایه خودش هم میترسه. آخوند رئیسی هم اومد جهاد تبیین راه بیاندازه و قمپوز جدید در کنه. نتیجهش این شد. من از استانداران میخوام، از مسئولین کمیته‌های امداد در سراسر کشور و همه نهادهای انقلاب اسلامی که نسبت به مسئله فقر مطلق به عنوان یه اولویت نگذارید 1401 برسه. حالا این شما و این راهکارهای آخوندا برای ریشه‌کنی فقر تا پایان 1400. اولش از گرونی آب شروع کردن. وزیر نیرو از تصویب و اعمال تعرفه‌های جدید آب در جلسه اخیر هیئت دولت و افزایش پلکانی قیمت آن از سال آینده خبر داد. بعدم توی روز روشن دستشون رو تا آرنج فرو کردن تو جیب مردم. یه نمونهش رو ببینید. امروز خبری رو شنیدیم که ستاد ملی کرونا اعلام کرده خودروهایی که صاحبانشون واکسن نزدن روزانه 1 میلیون تومان در ایام نوروز جریمه خواهند شد. خودشون گفتن پیش بینی ما این است که 2 میلیون خودرو داریم که صاحبانش واکسن نزدن، یعنی بالغ بر 2000 میلیارد تومان فقط برای 1 روز تردد ممکنه درآمد ایجاد بشه برای دولت. این غیر قانونی است. اینجاست که صدای مهره‌های نظام توی استبل ولایت هم در میاد و از این حرفا بار رئیسی میکنن. تیم اقتصادی دولت توان مدیریت بحران اقتصادی کشور را ندارد. آقای رئیسی عزیز، باجیان نمی شود در مسابقات فرمول 1 شرکت کرد. اینطور که پیداست عظما و رئیس جمهور نور چشمیش بعد جوری غافلگیر شدن و زیر پاشون یه چنین وضعیتیه. حالا تو این وضعیت داخلی و اقتصادی بشنوید از این لات کوچه های خلوت که برای برجام شروط جدید تعیین کرده. خاص سریع میکنید حسینیه. 2 سر زنانتون حجاب میکنید، نمیگید شما چرا پوشش قانون گذاشتید برای خانماتون. 3 کلیات دین اسلام رو میپذیرید. 4 این سیستم فساد و ربای جهانی که در هم زدید جمعش میکنید. مردم هم سیاست‌های اقتصادی آخوند رئیسی و داستان یارانه ها رو اینطوری سوژه طنز میکنن. من خودم به شخص ریاضیم خیلی ضعیف بوده زمان مدرسه، الان فول ریاضیم. یعنی تا بگیم مثلا امروز 11 سری بهت میگم 15 روز دیگه مونده. تعداد خانوار تا بگی 4 تا 180 تومن، 5 تا 25 تومن. بچه‌هام عاشق ریاضی شدن. میشینیم دور هم دیگه با هم تقسیمش میکنیم، ببینیم چقدر کم میاریم، چقدر بدهکاریم، جمع و تفریق میکنیم. علم روانشناسیم فول شده. بعضی موقعا که اختلاف داریم سر تقسیم یارانه ها، من سریعا علم روانشناسیم گل میکنه، با روح روان بچه هم بازی میکنم، قانعشون میکنم. علم بوکس، پرتاب اشیا، برای اونایی که با روانشناسی قانع نمیشن. اصلا من حس میکنم نابغه شدم و ممکنه حالت فرار مغزا برام پیش بیاد، مغزم بردارم برم. حالا همه این صحبت ها درباره یارانه هاییه که تأثیرشون در زندگی مردم یه چیزی تو این مایه هاست. حالا بشنوید از تازه ترین پرت و پله های آخوندا درباره جنگ در اوکراین و دست و پا زدنشون در کوچه شرقی.
واقعا هم شما الان نگاه کنید، همین اوکراین در عراق داشت کودک میکشت، همین اوکراین در سوریه داشت کودک میکشت. این رئیس جمهوری که منسوب و گماشته یهودی و صهیونیست هست در اوکراین، این دنبال منافع مطامع اسرائیل هستش. این سنگ پای عمامه‌دار رو ببینید که با 2 موشک زده هواپیمای اوکراینی رو سرنگون کرده، بعدم میگه اوکراینی ها به ما جفا کردن. با اوکراین هم در مسئله هواپیما با ما جفا کرد و سوء استفاده از فرصت به نفع امریکا میکرد. سیاست‌های عظما توی این روزا یه چیزی مشابه کاریه که این بابا با خودش کرد. توی این اوضاع و احوال یه عده از سلبریتی‌ها تصمیم گرفتن یه فیگور سیاسی بگیرن و از این کلیپ‌ها پر کردن. بعضی هم میگن مهدی هاشمی ودکا میخوره. کی دیده؟ من اصلا ودکا دوست ندارم، مخصوصا ودکای روسی. اما طولی نکشید که سربازان گمنام ولایت وارد شدن و مجبورش کردن یه چنین کلیپی بده. سلام به جامعه صنفی تهیه کنندگان عزیز، همینطور جامعه صنفی بازیگران عزیز، همکاران عزیزم و همه کسانی که ویدیوی خاص رو دیدن و متعجب شدن. باید بگم این بخشی از تمرین یک تئاتره که با مشورت کارگردان گفتیم برای تبلیغ این کارو بکنیم. این کاریه که در تمام جهان مرسومه و عادیه. در اینجا من فضای مجازی رو زیاد نمیشناسم که یهو واکنش ها زیاد میشه و تعبیرهای مختلف میشه. این دیگه از دست ما خارجه. و همه مشنگای موجود در مشنگستان رو ول کنید و این یکی رو بچسبید که توی مسابقه وقاحت یه سور به ولی فقیهش زده. حقوق زن امروز در هیچ کشوری از این کشورهای دنیا حقوق زن به مانند جمهوری اسلامی رعایت نمی شود. در تمام این کشورهای غربی که اینقدر دم از حقوق زن میزنند، زن پایمال می شود، حقوق زن پایمال می شود. یه عده بسیجی هم از زور سرگردونی راهی فرودگاه بغداد شدن و دنبال جای دست قاسم ترکیده میگردن. دست حاج قاسم رو کجا پیدا کردن؟ آها دقیقاً این دست رو اینجا دقیقاً پیدا مقابل این درخت. تصویر انگشتر و دست که همه ما دیدیم شما در این مکان پیدا کردی. عجب جای متبرکیه. آخوند کاراته باز و آخوند متخصص تقلید صدا کم بود، آخوند دیجی هم بهشون اضافه شد.